در جامعه تنتنوی روبریت دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان با نام صدرالدین عینی، نمایندگان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و شورای دیسرتاسیونی کمیسیون عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اشتراک و سخنرانی نمودند. در آغاز رکتور دانشگاه اهل‌دین عبادالله‌زاده دایر به دستاوردهای این مؤسسه عالی تعلیمی در سال 2022 معلومات داد. گفته شد که توجه حکومت جمهوری تاجیکستان برای آماده کردن کادرهای علمی آموزگاری نسبت به دیگر قشرهای جامعه زیاد بوده. پیوسته معاش کارمندان ساحه معارف و علم و استیپندیای دانشجویان زیاد کرده می شود. از این رو وضع تعلیم و تربیت در دانشگاه باید به مراتب بالا برده شود. ذکر گردید که در این دوره دانشگاه آموزگاری به یک قطار دستاوردهای مهم نائل گردیده. سطح و صفت تعلیم در مؤسسه بهتر و خوبتر گردید. اشتراک فعالانه شماره زیادی دانشجویان در آزمون‌های سطحی جمهوریوی از جمله علم، فروغ معرفت و فروغ صوفی دانایی کتاب است و سزاوار جایهای نمایان گردیدن آنها نشانه کامیابی‌های دانشگاه آموزگاری در سال سپری گردیده میباشد. طوری گفته شد سال 2022 دانشجویان در یک قطار آزمون و المپیادهای سطحی گوناگون اشتراک نموده صاحب جایهای نمایان از جمله 2 جای یکم، 2 جای دوم و 4 جای سوم گردیدند که نام آنها باعث افتخار دانشگاه میباشد. در نتیجه در بین 38 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان با نام صدرالدین عینی در رویه علم‌های طبیعی و ریاضی سزاوار جای دوم گردید. در آزمون علم فروغ معرفت 32 نفر از روی 7 نامیناسیون در دور ناحیوی آزمون اشتراک نموده 7 نفر به دور شهری آزمونی مذکور راه خط گرفتند. از این شماره 2 نفر در دور جمهوریوی سزاوار یک جای یکم و یک جای دوم از فن گئوگرافیا شدند. در آزمون جمهوریوی فروغ صوفی دانایی کتاب است در سال 2022 دانشجویان آموزگاران در نامیناسی‌های ادبیات جهان و ادبیات معاصر تاجیک صاحب جای یکم گردیدند. در نامیناسی‌های ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی، ادبیات کلاسیک تاجیک و نامیناسی‌های ادبیات جهان نیز نمایندگان دانشگاه سزاوار جایهای افتخاری گردیدند. همین گونه در وضعیت تنتنوی روبریت دانشگاه آموزگاری غالبان و اشتراکچیان این آزمون‌های سطح بلند را با افتخارنامه و مکافات پولی قدردانی نمودند. باید گفت که در این مراسم همچنین آموزگاران دانشجویان اشتراکچی آزمون‌ها با سپاسنامه و مکافات پولی سرفراز گردانیده شدند.